شیخ فری که خودش یکی از سردسته های دزدای نظامه، یه داداش داره به نام حسین فریدون که از همون روز اول پردهدار شیخ حسن بود و هر جا حسن کلید ساز میرفت اینم به دمش آویزون بود. این حسین فریدون توی این مدت تا دلتون بخواد راند خورد و رشوه گرفت و اختلاس کرد. کار به جایی رسید که مجبور شدن یه فیگوری بگیرن و اخوی شیخ حسن رو تو دعوای باندی محکوم کنن. اولش تا دلتون بخواد قضیه رو کج دادن و امروز و فردا کردن. بعد هم تو بوق و کرنا کردن که عدالت تو نظام ولایت به منتهای خودش رسیده. عدالت ها. بعدم قرار شد داداش نورچشمی شیخ فری رو به جرم دریافت 31 میلیارد رشوه بفرستن زندان تا 5 سال آبخنک بخوره. حسین فریدون هم تریپ فیلم هندی برداشت و گفت این حکم نشون میده که برادر شیخ فری بودن هیچ مزیتی برای من نداره و من خوشحالم که قربانی میشم. بعدم شال و کلا کرد و راهی اوین شد. اما هنوز 2-3 ساعت از رفتنش به اوین نگذشته بود که خبر مرخصیش تو فضای مجازی و حقیقی پیچید. آخه تفلکی چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه حبس و تحمل کرد. لابد مرخصیش هم هیچ ربطی به این که داداش رئیس جمهوره نداره. البته میگن قوه قضاییه گفته انقدر تو زندانها برانداز هست که دیگه جایی برای حسین فریدون نمونده. حالا سوال اینجاست که مرخصی آقاشون با حقوق یا بدون حقوق؟ کلا مهرهای نظام ولایت وقتی به زندان محکوم میشن در واقع به مرخصی محکوم میشن، اما وسطاش یه سرکی هم به زندان میزنن. پیشنهاد میشه در ادامه 31 میلیاردی که حسین فریدون ملاخور کرده رو بهش ببخشن تا عدالت کامل برقرار بشه. خلاصه اینکه تو نظام آخوندی برادر رئیس جمهور بودن از خود رئیس جمهور بودن هم بهتره. حسین فریدون از الان برای 5 سال تو مرخصی زندانه. به خونه و کار میگه زندانیم، به زندان میگه مرخصیم. تو این اوضاع و احوال نوچه های باند عظما تلاش میکنن تا اینطور وانمود کنن که دراکولای نظام یعنی رئیسی خیلی ولایی عمل کرده و با دستگیری حسین فریدون در زمینه عدالت حسابی ترکونده. اما کاشف به عمل اومده که رفاقت رئیسی و حسین فریدون یه رفاقت 40 ساله است. اون زمان که رئیسی دادستان کرج بوده، همین حسین فریدون فرماندار کرج بوده و دوتایی با هم توی یه خونه زندگی میکردن تا دلتون بخواد دزدی و جنایت هم کردن. ته خط وقتی دیدن گند این مرخصی بد جوری در اومده، رئیس سازمان زندان‌ها یه توییت تکذیبی کرد تا قضیه رو ماسمالی کنه. اما همزمان عکس داداش اختلاسگر جهانگیری تو عراق منتشر شد و همه گفتن داداش اینو چی میگی؟ مهدی جهانگیری رکورددار بالاترین اختلاس در تاریخ بشر داره تو کربلا برای خودش میچرخه. بله رفقا، در سوتی بازار ولایت این اتفاقا اصلاً عجیب نیست. کار به جایی رسیده که آخوندا حتی از پس اجرای یه نمایش ناشیانه هم بر نمیان. بیچارگی و بیراه حل بودن بزرگترین مشکل سیدعلی و شرکای دزدشه.